به نام خدا. داستان قبای سنگی. در زمانهای قدیم مرد راهزنی بود که با همسر و 3 دخترش زندگی می‌کردند. اونا فقیر بودن و تنها راه امرار معاششون دزدی و راهزنی مرد خانواده بود. مرد راهزن هر از چندگاهی به سر راه قافله ها کمین می‌کرد و تو فرصت مناسب اموال اونا رو می‌دزدید و گاهی هم که مسافری نبود از دیوار خونه مردم بالا می‌رفت و هرچی به دستش میرسید و به قول خودش روزیش بود میدزدید و فرار میکرد. و این چنین مالوخ کردن مردم و زدن خونه های مردم برای همسر و 3 دخترش خوراک و پوشاک و وسایل زندگی فراهم میکرد و خلاصه روزگار اونا میگذشت. روزی از روزا مرد راهزن به قصد دزدی شال و کلاه کرد که همسرش اومد و گفت این دفعه دلم میخواد برام یه گردنبند طلا بیاری. دختر بزرگش هم اومد و گفت پدر جان برای منم علنگوی خوشگل بیار. دختر وسطیش هم گفت پدر برای منم دستبند جواهر بیار. ولی دختر کوچیک که بسیار هم زیبا بود چیزی نگفت. مرد رو کرد به اون و گفت دخترم مادر و خواهرات هر کدوم چیزی خواستن، تو چیزی نمیخوای برات بیارم؟ دختر گفت پدر جان هر چی که خدا روزی کرد همونو بیار. مرد بعد از شنیدن حرف همسر و دختراش رفت تا به کارش برسه. اون روز رفت بیرون شهر رو توی جای خلوت پر سر راه مسافرها کمین کرد و نشست. از قضا اون روز پادشاه هم به همراه یارانش از اونجا رد شدن که چشمشون به مردی افتاد و بهش مشکوک شدن. سربازا مردو آوردن پیش پادشاه. پادشاه پرسید اینجا چی کار میکنی؟ کاروبارت چیه؟ مرد که انتظار دیدن پادشاه و دار دستش رو نداشت هول شد و گفت پادشاه کاروبارم دوختن قباست. مشتری نداشتم گفتم بیام اینجا تا شاید مشتری پیدا بکنم. پادشاه با تعجب پرسید مگه چه قبایی میدوزی که اینجا دنبال مشتری میگردی؟ مرد سری گفت قبای سنگی میدوزم قربان، اینجا هم که سنگ زیاده. پادشاه با تعجب بیشتری گفت عجب تو واقعا قبا میدوزی؟ بعد پادشاه نگاهی به اطرافش کرد و به تخت سنگ اشاره کرد و گفت این تخت سنگ خوبه، ببینم میتونی از این تخت سنگ برای منم یه قبای سنگی بدوزی و هنرتو به من نشون بدی؟ مرد حیرون مونده بود و نمیدونست چی بگه. سری گفت بله پادشاه ها، بله که میدوزم. بعد همراهان پادشاه تخت سنگ رو پشت مرد گذاشتن و اونم به هر جون کردنی بود اونا به خونش برد. به خونه که رسید در رو با لگد باز کرد و سنگ و انداخت وسط خونه. خودش هم مثل مادر مرده ها نشست زمین تا نفسش جا بیاد. زن که دید مرد خسته و سردرگریبونه پرسید چی شده مرد؟ مگه قرار نبود امروز گردنبند طلا بیاری؟ چرا زانوی غم بغل گرفتی؟ مردم ماجرای روبرو شدن با پادشاه و قبای سنگی و تخت سنگ رو برای زنش تعریف کرد. آخرش هم گفت حالا من نمیدونم چجوری از این تخت سنگ قبای سنگی برای پادشاه بدوزم. نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. زن که حرفای شوهرش شنید گفت کاش خبر مرگت میومد. منو باش دلمو صابون زده بودم که امروز برام گردنبند طلا بیاری. حالا با این تخت سنگ اومدی و از بی‌عرضگیت حرف میزنی؟ چی فکر میکردیم چی شد؟ مرد که از حرفای زنش جا خورده بود مونده بود چی بگه که دختر بزرگش اومد و مثل مادرش سراغ علنگویی رو که خواسته بود گرفت. مرد همون داستانی رو که برای زنش تعریف کرده بود برای دخترش هم تعریف کرد. مرد که از دخترش انتظار همدردی داشت با کمال تعجب دید که اونم حرفای مادرش رو تکرار کرد و پدرش رو بی فکر و بی عرضه خورد. بعدم غرغر کنون رفت. دختر دومم مثل دختر اول همون حرفا رو زد و رفت. دختر سوم که پیش پدرش اومد مرد با خودش گفت لابد این جغله هم میخواد منو سرزنش کنه و منو بی فکر و بی عرضه بخونه، برام آرزوی مرگ بکنه. ولی دختر سوم کنار پدرش نشست و نگاهی به صورت خسته و پریشون پدرش انداخت و گفت چی شده پدر جونم؟ چرا اینقدر تو فکری؟ پدر با بی‌حوصلگی گفت بذار به درد خودم بسوزم. به حد کافی از مادر و خواهرات زخم زبون شنیدم. تو یکی دیگه شروع نکن. دختر گفت پدر جان من که چیزی از تو نمیخوام. حالا چه ضرری داره به من بگی که چی شده؟ بعد ماجرا رو برای اونم تعریف کرد و گفت که چجوری هول شده و به پادشاه گفته که قبای سنگی میدوزه و اونم تخت سنگو بهش داده که براش قبا بدوزه. حالا هم مونده که با این تخت سنگ چه خاکی به سرش بریزه. دختر گفت این که قصه نداره پدر جون.
حالا باید کلکی به پادشاه بزنی و جونتو نجات بدی. برو به پادشاه بگو که من فقط با نخ و سوزن سنگی میتونم قبای سنگی بدوزم. نخ و سوزن سنگی به من بدید تا منم براتون قبای سنگی بدوزم. مشتریان خودشون به من نخ و سوزن سنگی میدن. مرد که انگار بار سنگینی رو از رو دوشش برداشته باشن گفت بعدم نمیگی یا انگار تو از همه ما باهوشتری. باید برم به پادشاه همین حرفو بگم. فردای اون روز مرد به قصر پادشاه رفت. پادشاه تا اونو دید گفت به به مرد قبادوز، بگو ببینم قبای سنگی منو دوختی یا نه؟ مرد گفت پادشاه ها، دیروز از بس که از دیدن شما خوشحال شده بودم یادم رفت بگم که نخ و سوزنم به من بدید تا براتون قباتونو بدوزم. آخه مشتریای من خودشون به من نخ و سوزن میدن تا براشون قبا بدوزم. پادشاه گفت خب چه نخ و سوزنی میخوای؟ بگو تا دستور بدم برات بیارن. مرد گفت قربان، باید نخ و سوزن سنگی به من بدید تا بتونم قباتونو بدوزم. پادشاه که دمق شد گفت آخه از کجا نخ و سوزن سنگی بیاریم؟ مگه همچین چیزی پیدا میشه؟ مرد گفت خب قربان، وقتی میشه از سنگ قبا دوخت حتما نخ و سوزن سنگی هم هستی که. پادشاه از جواب مرد به فکر فرو رفت. از طرفی هم نمیخواست جلوی مرد کم بیاره. گفت باشه تو برو تا ما نخ و سوزن سنگی پیدا کنیم. وقتی که مرد رفت پادشاه با خودش گفت به نظر نمیاد این مرد عقلش اینقدر ران کار بکنه، وگرنه همون دیروز این حرفا رو میزد. حتما کس دیگه این حرفا رو بهش یاد داده تا برای دوختن قبای سنگی بهونه بیاره. پادشاه به غلامش دستور داد تا مرد رو تعقیب کنه و ببینه که اون کجا میره و با کی نشست و برخاست میکنه. غلام هم سایه به سایه دنبال مرد رفت و اونو تعقیب کرد تا به خونه مرد راهزن رسید. مرد راهزن رفت توی خونه. غلام پادشاه پشت در وایساد و گوش داد. اون شنید که تا مرد به خونه رفت دخترش جلو اومد و گفت چی شد پدر؟ جواب پادشاه رو دادی؟ پادشاه چی گفت؟ مردم دعای خیری برای دخترش کرد و گفت خدا خیرت بده دخترم که کارم رو به راه کردی، وگرنه اگه مثل مادر و خواهرات سرزنش و غرغر می‌کردی معلوم نبود که چه عاقبتی تو انتظارم بود. خطر از بیخ گوشم گذشت، ولی با این راه حلی که تو پیش بام گذاشتی بعید میدونم که دیگه پادشاه منو به دربارش بخواد. غلام همه این حرفا رو شنید. به قصر برگشت و همه چیزو برای پادشاه تعریف کرد. پادشاه با خودش فکر کرد این دختر حتما باید عقل و هوش زیادی داشته باشه که همچین جوابی رو به ما داده. بعد فکری کرد و دستور داد که توی سینی مرغ بریون و توی سینی دیگه هم جواهرات بذارن. به غلام بدن تا به خونه مرد راهزن ببره و بگه که اینا انعام پادشاه برای دختر مرد راهزنه به خاطر جواب زیرکانش. غلام با سینیا راه افتاد و همینطور که با مرغ بریون و جواهرات به خونه مرد راهزن میرفت وسوسه شد و با خودش گفت اگه من یکم از این مرغ بخورم و یه مشت جواهرات بردارم کسی متوجه نمیشه. بعدش هم این همه جواهرات از سر این آدمای فقیر و بیچیز زیادی هم هست. غلام یکی از بالای مرغ کند و خورد. بعدم یه مشت از جواهرات تو جیبش ریخت. بعد به در خونه مرد راهزن رفت و در زد. از قضا خود دختر سوم در رو باز کرد و غلام سینیا رو به اون داد و گفت پادشاه از جواب پدرت خوشحال شده و چون فهمیده تو اون حرفا رو بهش یاد دادی اینا رو برای تو پیشکش فرستاده. دختر پادشاه رو از روی سینیا کنار زد و مرغ و جواهرات رو نگاهی کرد و دید که مرغ یه بال نداره و جواهراتم طوری به هم ریخته که انگار کسی از اونا برداشته. دختر نگاهی به غلام انداخت و متوجه شد که رنگش پریده. پس گفت به پادشاه بگو چنگ ریزان چنگش نباشد و مرغ ریزان بالش. غلام به قصر برگشت و جواب دختر رو در برابر پیشکش به پادشاه رسوند. پادشاه فهمید که چه اتفاقی افتاده و به غلام گفت چرا به پیشکش ما دست زدی؟ هم از مرغ خوردی و هم از جواهرات برداشتی. غلام که ترسیده بود گفت نه قربان، من چیزی بر نداشتم، چیزی نخوردم. پادشاه به نگهبانا گفت لباسشو بگردن و اتفاقاً جواهرات رو توی لباسش پیدا کردن. پادشاه که زیرکی دختر بیشتر براش ثابت شد اول دستور داد که غلامو تنبیه کنن. بعد گفت اون دختر رو پدرشو پیش من بیارید. مرد راهزن و دخترش به قصر اومدن. پادشاه وقتی دختر رو دید یه دل نه 100 دل عاشقش شد، چون دید که دختر نه تنها باهوش و زرنگه بلکه از نظر زیبایی هم از همه زنای دور و برش و زنای اعیان و اشراف هم زیباتره. بنابراین همونجا
دختر رو از پدرش خواستگاری کرد. بعدم دختر رو عقد کرد و جشن عروسی بزرگی برگزار کردن و به این ترتیب دختری که پدرش راهزن بود همسر پادشاه شد. دوستای عزیز، از اینکه تا آخر داستان با ما همراه بودید بسیار تشکر میکنم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.